من در اندیشه هستم که چی بقیه مردممون خبی سواد است. برای یک من نمیدونم، من حیران از آنم. من نسبت او آدم من اعتقادم ندارم، لیکن نسبت اون مردمی که در اطراف وی هستند اینقدر بی‌سواد، اینقدر مردمی نمیدونم این چخیل ما فرزنده را بدتر نکنیم. این یک ابلهی است، این یک گروه مافیایی مخصوص است که فقط مردم غارت میکنند. گفتنیم که مردم نروند پیش همین مولو، پیش همین با همین کارو دست نزنن، باور نکنن، نروند. نظر من خیلی خطایی کرده. میگن که یک کسی که گمراه شد با همه مولو را بدنام میکنه. خیلی همیشه گفتنیم که خیلی همون خطا کاره خودش در نزد خداوند خانم جواب میده. وای کار مسلمانان درست نمیاد. یکمش دومش که مثلا وقتی که آدم از زنگ گیری یا که دو زنگ گیری برای اول گودکش تعمین میکنه، همش تعمین میکنه، بعد سومش میگیره که اون گودکش تعمین باشه، ای وظیفه ای خودن ای شکم همش تیار باشه، بعد سومش میگیره. مثلا بعد چش میره اون گودکش گشنه تاشنه ازوج دردگی سومش میگیره، چهارمش میگیره. کدوم شریعت خطی درسته ای؟ در شریعت هم گفتگیه که اول گودک یکون تا سرکن فرزند، یکون تا سرکن زن، گودک تنج باشه اجازه او خطی بعد میشه بگی. این خیلی هفت طرف بگی گودک کدوم چه خطی گودک دینگی نگرفته. مثلا 20 ساله 25 ساله این خش مرده، این روزا پگا میمره. او گودک او خطی او زن او یاش کجا میره؟ کی میگیره وایا؟ او چه زندگی میکنه وایو؟ شریعت هم فهمیدن در کار کار دیدن در کار با فهموندن در کار. خیلی مثلا باوری آدمای هم میروه چیزا میروه میگیرن که میکنن در هیچ روزگی نیست. پیغمبر را کلگی نیست که برم ماشین ما چک کنیم مثلا چیزی رو کنی پیش پای خام بزنی. خیلی خانم ما چیزی شریعت خطا من میفهمم. ما هم که مثلا که خرام خوندگی نیست، کم کم چنین خوندگی خودم هم میفهمم که خیلی کار کدگیش درسته. یک بی‌سوادی انسان نشون میده. یک در نظر ما همه خلطاب که نه دانش دارد نه علم دارد، هیچ نفهمیدیم چیزی گونه شخص برس نفهمیدیم. همین مقصد ما که تمام مردم مسلمان ای گمراه کردگیان با شون اولیا گرفتگیان، شون ملا گرفتگی، ایشون گرفتگی، نمیشه گمراه کردگی. بسیار بینه که دختره که 95 ساله اگر فکر کرده بروی اگر وای مسلمان باشه و دین اسلام در دلش باشه، دختره که 95 نبیره وای میشه. سال دیگر مردم یگون چی گفت ای خالی ما اعتقاد ما میگرده. خالی ما دیگر خالی مولو دامو چخل اعتقاد کنیم ای پس وای مصاف کشیم نماز خونیم. کاری که همون رفتاری که کرده اگر دستی در حقیقت راست باشه درست نیست، خطا نیست. نه در عرف و عادت تاجیکی ما، نه در دین اسلام. من فکر میکنم یگان وابستگی ندارد همون کاری که او اگر در حقیقت همون کردگی باشد، همون خصلت را داشته باشد، اگر هم آدم عموما طوری نیست، نه در عرف و عادت تاجیکی ما، نه در عرف و عادت دین اسلامی. من حیرانم اما آدمایی که همینه همه قبول و بردار کردن. من همینش به حیرانم از روی اونی که همین علمی حاضر زمان هم نمیدونن، همون علمی همون دینی هم با ثبوت رساندگی نیستن، نمیدونن که چی معنی دارد. خوندن با خوندگی هم معنیش صرفا رفته نیستن. همون کاداج دادازی نیستیم. هم باری نداره مایوای کم خیلی کرده دست زنم. دست زده چه باوره؟ خیلی بسیار ممکن دروغه کی میدونن؟ نه دروغ نیست. دروغه بسیار دروغه. من میفهمم که خیلی اگون جو کاری که وای میکنن گفتی وای که وای نیست. جو اون نیست خیلی دین اسلام. خیلی کاری داره هر کس آخر باور میکنن آخر نمیکنن کارش داره. خیلی تبابت میکرده و میگرفته همون دیگه چی؟